برو بیرون. از سرت در بیار که بتونی بری بیرون. دیگه نمیذارم بری بیرون. دیگه بیرون نمیتونی بری آقای اسنوخان. دیگه تموم شد. با دیروز اتمام حجت کردم، گفتم بیرون بری آسیب بزنی به خودت، دیگه نمیذارمت بری بیرون. خودت هم کثیف کردی، پشت سیاه شده، منم حال ندارم ببرمت هموم، چون رو سرت زخم هستش. حالا پات آسیب دیده، هی لم بده. خب یه 2-3 روز همونطوری استراحت کنی، دیگه نمیذارم بری بیرون. اوکی شدی؟ فهمیدی چی بهت میگم؟ یا خودت زدی به اون راه؟ برنامه گوش نمی‌کنی؟ میفهمی، همه چی رو میفهمی. الان صدات در نمیاد. یکی درست که بگذره ازت چی پرستاری کنم پات خوب بشه، بازم شروع میکنه میگه بابا بذار برم بیرون، بابا میو میو، بابا امیر. اسنو با تو نیستم. اسنو